سلام علیکم خوانندگان عزیز. امروز ما همراه شما موضوع درس 19 را می‌آموزیم که موضوع امروزی بخشیده می‌شود به ضرب یک اعضاگی ها به درجه برداشتن یک اعضاگی. بیایید این موضوع را با مفهوم ها آغاز کنیم. قاعده یکم چنین گفته شده است: برای ضرب زدن یک اعضاگی ها کوفیسینت های آنها را علاوه حرف ها را از روی خاصیت ها و درجه ها علاوه ضرب کرده نتیجه را در شکل یک اعضاگی استانداردی نوشتن ضرور است. قاعده دوم را دیده می‌بریم. در قاعده دوم چنین گفته شده است: برای به درجه برداشتن یک اعضاگی شکل استانداردی کوفیسینت آن را به همین درجه برداشته نشان دهنده هر یک ضرب شونده حرفی را با نشان دهنده درجه ضرب زدن لازم است. این بود دو قاعده اساسی که برای حل مثال و مسئله ها به ما لازم است. بیایید این موضوع را با مثال ها دیده بریم. در مثال یکم گفته می شود که عمل ضرب را اجرا کنید و در پایان چنین آمده است. مثال یکم را دیده می بریم. شرط مثال چنین است: عمل ضرب را اجرا کنید و در زیر سه مثال آمده است که آنها را اجرا میکنیم. مثال اول 4x ضرب 7y. در مثال ب باشد 4 تقسیم 9 a ضرب b کوب ضرب 3 تقسیم 2 a ضرب b. در مثال و باشد مینوس 0.6 a کвадрат b ضرب مینوس 10 a b کвадрат. برای حساب کردن یا اینکه تبدیل دادن این افاده ها چه خیلی که معلوم است، برای اونکه یک اعضاگی را به یک اعضاگی ضرب کنیم ما باید کوفیسینت های آنها را یعنی 4 و 7 را ضرب کنیم، بعد تقریبانده های آن را نویسیم. پس 4 ضرب 7 و 28xy برابر می شود که این نتیجه یکم به حساب می رود. مثال ب را دیده می بریم. در شرط مثال ب عیناً مثال ا داده شده است که ما باید 4 و 2 را اختصار کنیم، آنها را موافقاً اختصار می کنیم و در نتیجه هنگام اختصار کردن کسر به ما 2 تقسیم 3 حاصل می شود. a را با a ضرب کنیم a کвадрат ضرب b درجه 3 را به b ضرب کنیم b در درجه 4 حاصل می شود. اکنون مثال و را اجرا می کنیم. مینوس 0.6 ضرب مینوس 10 به ما 6 را می دهد. a درجه 2 ضرب a را اجرا کنیم a در درجه 3 حاصل می شود ضرب b را با b کвадрат هنگام ضرب کردن b درجه 3 را حاصل میکنیم که این یک اعضاگی را با اعضاگی دیگر ضرب کردیم. مثال دوم را دیده میبریم. در شرط مثال دوم چنین آمده است: یک اعضاگی را با هم ضرب کنید. یک اعضاگی داده شده است، آنها را با هم ضرب میکنیم. مثال دوم می نویسیم مینوس 11x کвадрат y و 3x کвадрат y کвадрат. برای ضرب کردن این یک اعضاگی ها ما باید یک اعضاگی یکم را با یک اعضاگی دوم ضرب کنیم، یعنی مینوس 11x کвадрат y ضرب 3x کвадрат y کвадрат. خیلی که قاعده یکم گفته شده است ما کوفیسینت های یک اعضاگی را با هم ضرب میکنیم که آن به مینوس 33 برابر می شود. x کвадрат را با x کвадрат ضرب کنیم x نشان دهنده 4 حاصل می شود. y را با y کвадрат هنگام ضرب کردن y در درجه 3 حاصل می شود. y در درجه 3 حاصل می شود که این جواب مثال دوم به حساب می رود. مثال سوم را دیده می بریم. در شرط مثال سوم چنین آمده است: عمل ضرب را اجرا کنید و در زیر افاده های یک اعضاگی داده شده اند. a 3/5 ضرب 3n. در مثال ب باشد مینوس 8 a کвадрат b کвадрат ضرب مینوس 8 a کوب ضرب b نشان دهندش 5.
برای اجرا کردن این عمل خیلی که شما از اینجا پای برده ایستادید ما باید کوفیسینت های دو یک ازاگی رو ضرب کنیم که اون برابر می شود به 10 از 5 ضرب m اون رو قید میکنیم. مینوس 8 رو به مینوس 8 ضرب کنیم عدد 64 رو حاصل میکنیم. a کوادرات رو با a کو پنجمی ضرب کردن a نشان دهندش 3 حاصل می شود. این چنین b کوادرات با b درجهش 5 ضرب شود b نشان دهندش 7 حاصل می شود که این نتیجه مثال سیوم به حساب می رود. بیایید مثال چهارم رو دیده برایم. در شرط مثال چهارم چنین گفته شده است با درجه بردارید و ما سه یک ازاگی داده شده است که ما آنها رو به درجه می برداریم. یعنی در شرط اول چنین آمده است 3x کوادرات در درجه 3 b باشد مینوس 2 a نشان دهندش 4 b نشان دهندش 2 در درجه 3 و در مثال سیوم باشد مینوس a کوادرات b ضرب درجه 3 و آن را باید به درجه 5 برداریم. برای به درجه برداشتن یک ازاگی خیلی که در اولی درس گفته گذاشتیم ما قاعده دوم رو استفاده میبریم. یعنی به درجه برداشتن یک ازاگی ما هر یک اعضای یک ازاگی رو به همان درجه میبرداریم. یعنی 3 در درجه 3 ضرب x کوادرات در درجه 3 در نتیجه 3 رو به درجه 3 برداریم 27 حاصل می شود ضرب x 2 رو به 3 ضرب کنیم عدد 6 حاصل می شود که این مثال چهارم a به حساب می رود. بیایید مثال b رو نیز عیناً مثال a حل کنیم. برای به درجه برداشتن مثال b که در اینجا شما می بینید 3 ضرب شونده جای دارد هر یکی اعضای آن رو به درجه 3 موافقاً می برداریم و در نتیجه چنین حاصل می کنیم b درجهش 2 در درجه 3 این برابر می شود مینوس 2 رو به درجه 3 برداریم مینوس 8 a نشان دهنده 4 رو با 3 ضرب زنیم 12 ضرب b 2 رو به 3 ضرب زنیم عدد 6 حاصل می شود که این نتیجه مثال b به حساب می رود. در مثال چهارم و باشد یک ازاگی دارای 3 ضرب شونده است هر یکی آن را به درجه می برداریم و از بس که مینوس 1 را به درجه 5 برداریم مینوس حاصل می شود پس a 2 را به 5 ضرب کنیم 10 ضرب 1 را به 5 ضرب کنیم b نشان دهندش 5 ضرب 3 را به 5 ضرب کنیم 3 نشان دهندش 15 حاصل می شود که به ما طلب کرده شده بود. این بود مثال چهارم. مثال پنجم را دیده می برایم. در شرط مثال پنجم چنین آمده است یک ازاگی را به کوادرات بردارید و این چنین یک ازاگی را به کوب بردارید. مثال پنجم این مثال ها را با هم دیده می برایم. a 5 x کوادرات ضرب y کوب یعنی این را به کوادرات می برداریم باید به کوادرات برداشت و مثال b باشد مینوس 4 a x کوب را به درجه 3 یعنی که به کوب می برداریم. برای اجرا کردن این عمل هر یک ازاگی را به درجه موافق آن می برداریم. یعنی در شرط a 5x کوادرات y کوب درجهش 2 این برابر است خیلی که یک ازاگی دارای 3 ضرب شونده است پس هر یک این ضرب شونده ها رو در علیحدگی به درجه می برداریم ضرب y در درجه 3 باز در درجه 2 در نتیجه 5 را به درجه 2 برداریم 25 حاصل می شود x 2 را با 2 ضرب کنیم 4 ضرب y 3 را با 2 ضرب کنیم عدد 6 حاصل می شود. اکنون مثال b را دیده می برایم مینوس 4 ax کوب را به درجه 3 می برداریم. برای برداشتن به درجه 3 خیلی که از این یک ازاگی برمیاد هر یک اعضای یک ازاگی را به همان درجه می برداریم
پس در نتیجه چنین حاصل می شود. مینوس 4 را به درجه 3 برداریم مینوس 64 آی نشان دهندش 3 ضرب x 3 را با 3 ضرب کنیم عددی 9 حاصل می شود که این جواب مثال پنجمی به حساب می رود. بیایید مثال ششم را دیده برایم. در شرط مثال ششم چنین آمده است: در شکل کوادرات یک اعضایی نویسید. با ما دو مثال پیشنهاد کرده شده است که ما باید آنها رو برعکس مثال هایی در بالا بوده اجرا کنیم. یعنی 81 ضرب x نشان دهندش 4 و در مثال ب باشد 0 از 100 9 y در نشان دهندش 12. برای اجرا کردن این عملیات ما باید 81 و x نشان دهندش 4 را به نمود درجه کوادرات تبدیل دهیم. یعنی از بس که 9 را به درجه 2 برداریم 81 حاصل می شود و 9x کوادرات در درجه 2 این درجه یک اعضایی به حساب می رود. یعنی کوادراتی 9x کوادرات در کوادرات به ما 81x درجه 4 را می دهد. 0 از 100 9 باشد این 0 از 3 در درجه 2 ضرب y 6 در درجه 2 به حساب رفته. آن را با واسطه ifade دیگر 0 از 3 ضرب y نشان دهنده 6 در درجه 2 نوشتن ممکن است که این جواب مثال ششم به حساب می رود. برای مستحکم کردن موضوع امروزه به شما یک چند مثال و مسئله و پیشنهاد کرده می شود که آنها را باید اجرا کرد. با همین خوانندگان عزیز موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس آینده موفق باشید.